سلامی چوبوی خوش موشکافی به همه شما دوستان خودم. آقا دانشجوهای پامرام تو روز خودشون اونچنان فیلیپینی گذاشتن تو تخت سینه سیدعلی که بنده 3 روزه دارم این ضربه رو موشکافی میکنم، هنوزم به تهش نرسیدم. جونورای حکومتی از قبل دنبال این بودن که 16 آذر رو هپلی هپو کنن. چجوری؟ اینجوری. نقش دانشجویان در پایه‌گذاری جهاد سازندگی نقش بسیار حساس و بی‌بدیلی بود. از اون طرف جنگ اتفاق افتاد. نقش دانشجویان و به خصوص جوانان ما در تشکیل سپاه پاسداران و کمیته انقلاب اسلامی نقش بسیار تعیین کننده‌ای بود و بعدها بسیج مستضعفین توسط همین دانشجوها پایه‌گذاری شد. یواش بابا، به پا چپ نکنی یهو، رو رو برم. ولش کنی تأسیس مجلس خبرگان و شورای نگهبان و باقی ارگانای کپک زده نظامم میذاره به حساب دانشجوها. خب حجم اشتهای این سرکار پاسدار دستمون اومد، حالا یه چاخان سفارشی بشنویم از این کارشناس دل دوست. مقر انقلاب هم، مقر حتی تحسن علما هم همین دانشگاه تهران. یعنی شما هرچی نگاه میکنی در عرصه رسانه، در عرصه تکثیر مثلا نوارهایی که حضرت امام در روشنگری داشتن از نجف می اومد در کنار طلاب و شاگردان حضرت امام و روحانیون و مبلغین دین، باز همین دانشجویان. اگه دانشگاه مقر توله های حضرت امامت بود پس چرا تعطیلش کرد؟ چرا توش کودتا را انداخت؟ ها؟ اون چیزی که ما را میترساند وابستگی فرهنگی است. ما از دانشگاه استعماری میترسیم. بگذاریم، فقط خواستم با همین 2 نمونه خیز سیدعلی واسه بر زدن روز دانشجو رو نشونتون بدم. روزش یعنی 16 آذرم که فک شیخبری بود و مشت بچه های دانشگاه ملی. ما باید آقا با وجود این که تیوی ریش بلومو کشید پایین، اما صدا پر در آورد و رفت اونجایی که باید میرفت. از اون طرف بچه های دانشگاه شریفم شربت مداری رو به یه پرس توپوزی داغ مهمون کرد. بعدم ولی فقی موند و سیل خاک تو سریهای مطبوعاتیش. از همان دقایق اولیه معلوم بود که عده‌ای نمیخواهند شریعت مداری در یک فضای آرام و به دور از هیاهو سخن بگوید. امروز صداهایی هم شنیده می شود که حکایت از باز تولید فتنه دارد. رسانه های سیدعلی و کوسه از این جور وقوقا زیاد کردن، اما هیچ کدومشون جیگر انعکاس صدای باز تولید فتنه رو نداشتن. موشکاف اما 3 تا عکس داره که توشون دانشجوها چپق اعتدال سیدعلی رو چاق کردن. چه چاق کردنی. شما حقوقدان هستید نه سرهنگ. فضای امنیتی باید شکسته شود.
آقای روحانی، دانشجو علاوه بر گوش زبان هم دارد. تریبون آزاد دانشجو کجاست؟ ما رئیس جمهور ندیده نیستیم. یه دست مریضاد تر و تازه موشکافی شده میفرستم واسه همه دانشجوهای هموطن که هم حساب سیدعلی و شیخ فری رو رسیدن، هم روزشونو از چنگ آخوندا بیرون کشیدن. بچه ها برقرار باشید.